همداران عزیز سلام علیکم. امروز 16 فوریه سال 2025 و قرار داریم ما در یک از خواجگی های گوسفند پروری در ولایت خطلون و امروز من به شما نشون میدم که چقدر این جان های من در ولایت خطلون یکمین شده با استفاده از سومنک پروری و تربیت گوسفند شروع کردن. همین را که میبینید این سومنک است، این گندم است، نه تگش 6 روزه گندم تر کردگی است و با این گندم ها گوسفند پرورش میکنن. چخل میکنن اینها در یک کانتینر. من همین این طرف بیاید، من اینجا خلی هست امروز گرفته برده در گوسفند دادن. من هم خیلی گندم رو 1 کیلو ریخته، گندم تازه رو ریخته تر میکنن میمونن در هم. خیلی این کانتینر است، گرم کردگی است، بوغ است. من ببینید بالا رو نشون دید، بوغ است و در اینجا یک پرنیکوب افکت تشکیل کرده که تیز کلان میشود گندم. من این لامپچکا موندگی، من این چراغک ها موندگی، همین خیلی اینا یاد گرفتگی. همین دیجانی من دل شد که نوار گرفته شده است. ما روان کردیم ازبکستان رفیقا را گفتیم که همین جیانی ما با معاش ندید و کار فرمانید و فقط خوراک دید که کار کند و در 6 ماه کار رو در ازبکستان یاد گرفت و آمده در تاجیکستان این رو به راه دل شد. و این رو چی میگن؟ پرورش گوسفند یعنی که مال یا مرغ هم میشود، اسب هم میشود، چیزی که دلتان خواهد میشود با گیدروپونیکا میگن. این گیدروپونیکاش کلمه روسی است، به توجیکی چی میشد نمیدونم. گندم رو که میریزن در اینجا در 6 روز به انم خیلی بلند میشود. در این 2-3 روزه 4 روزه میبیاد و انا 6 روزه شده. این 6 روزه شده و 1 کیلو گندم برابر میشود با 6 کیلو گیدروپونیکا. یعنی که گندمی که 1 کیلویی که میمونه شما 3 سومون خریدن میریزید 6 مرتبه زیاد میشود و این رو 4 کیلوش رو با یک گوسفند در روز میتن. با این چونی خوش میکنن 100 گرم جوگوری مایده، 100 گرم گندم، 100 گرم 300 گرم باز دیگر چیز یم و 300 گرم خوش کرده در همین با 4 کیلوی گیدروپونیکا میتن و در یک روز نمیدونم یک 35 یک قریب 3 سومونی میشود یمی یک گوسفند یک روزش. ما جوان مردو که هممون باید که دستگیری کنیم تامینات عضوخواری ملت رو باید به همین کارهای اینوواسیونی دست زنیم، کارهایی که با پیش میرود و ما حاضر حساب کردیم که همین یک کانتینر چقدر خوراک میبروید و متناسباً با 1 هکتار بیده در یک روز از یک کانتینری 12 متر، این 2.5 متر برش بود، درازش 12 متر، 600 کیلو گیدروپونیکا میبروید. 600 کیلو در یک ماه ضرب زنیم 18,000 کیلو، 18 تونه میگیریم. یونشقه رو بیده رو یک درب ما 250 پریس 15 کیلویی ضرب زدیم ما و یک ماهش برابر شدگی بود یا یک سال، یک ماهی 1 هکتار یونشقه، یک ماهی یک ساله 1 هکتار یونشقه در یادم آمد. 1 ساله 1 هکتار یونشقه یعنی که 5 درو 250 پریسی 1250 پریس یک سالش با همین استحصالات یک کانتینر برابر شد. اکنون بینید درآمدناکی گیدروپونیکا رو. اینجا آب دارد. در باز ما حساب نکردیم حال رسخود وی رو، کوریدن بیده رو. تراکتور دارد، آب میتید، آب میتید، دراو میکنید، پریس کنک میکنید، وی رو جمع میکنید، میبید پریس میزنید. این یا گله رسخود دارد، یعنی که صرف دارد. اینجا صرف کم یونشقه رو چیز گندم رو میشوید در همین خیلی اول یک مرتبه صرف میکنید، کانتینر رو یک آماده کار میکنید، بعد گندم رو شسته در هم خیلی لاله های پلاستماسی سوراخ دارد. بله تگش سوراخ دارد. بله. از پره ها سوراخ دارد. این کم ترک نشیه ها؟ آب میرسه. خیلی کدامی در کار است، کافت رفته میسوزد خودش با. این کم ترک نشیه آب انا این درون این میریزد زیادی آب و میرود بیرون میریزد. من از یک مرتبه آب میپوشم. بینید من همین رو
هر روز یک مرتبه میپوشند. هر روز یک مرتبه مناخه آب پوشیده میگذارید و تمام. و بعد از 6 روز منم سومنکای شما با انم خطری میشود و شما به ملال با گوسفندایتون بریده میتید. حاضر ما یک سومنکش رو میگیریم میبریم بیرون میبریم نزد گوسفندها میره و میبینیم گوسفندها همین رو چخیل میخورند. و یاد شما میرسونم 4 کیلو این 6 کیلو میشود، لیکن 4 کیلوش رو در یک گوسفند میتید با 300 گرم یم. یعنی که جوری مکه گندم میده جوری زدگی همش یک جای کرده اینو میتید و یک گوسفند در یک ماه 10 کیلو تا 12 کیلو فربه میشود و پیش گوسفند میریم دوامش رو حساب میکنیم. من گیدروپونیکا رو آوردیم و خیلی میبرم. بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر باریکتر بریم گوسفند همقدر نقص‌تر میخورد. درست؟ بله. این واقعا آدمایی که با سرکار بسیار دارن تیز میبرن. آدمایی که علاقه تجربه دارن من شاگردا تیز میبرن و استاد بسیار برای عصبان فایده داره. انا خیر میبریم و حاضر این گیدروپونیکا رو گرفتم و پیشی گوسفند میبریم و با شما نشون میدیم که گوسفندها چقدر میخورن و تکرار میکنم که باز کم کم یه من میاندازیم. اکنون همه این رو من شما نقل کرده شدم که شما یاد گیرید و شما هم با همین کار دست زنید. اگر 1 کیلو گندم شما که 3 سو میخرید 6 کیلو میشود، 4 کیلوش رو در یک روز گوسفند میتید. تا من نتونستم بریده ها بگمونم منم خیلی باید روی هم نکنیم. من کار که نکردیم در اینجا، فقط ما نظارت میکنیم که کار نقص شود. ما بریدیم. انا که نوار رو باز میداریم این رو بر کرده پیش گوسفند ها میریم. همجا رو نزدید این گوسفند ها بینید. علاقه من همون گندم رو آوردم این با قدی من راست شدن دستای من چسبک شد. این ببینید دینچه رو خورده شدن برای که با مزه چیز است. انا که من میریزم شما ببینید چقدر میخوان. این دیگرش میک شده ببینید. هم خیلی لازم 400 تا گوسفند در بونی است. خدا خواهد یگان آفتی نبیاید. اکنون من به شما میگویم که این چی فایده دارد. گوسفند در یک ماه از 10 تا 12 13 کیلو با خوردن این غذا فربه می شود. از 10 تا 12 کیلو خوردن این و کمی یم آب فربه می شود. در 2 ماه بگذار 20 کیلو شود. از همین 50 کیلوش رو ما میبریم گوشت تازه. 50 کیلو رو میفروشیم 10 کیلو میموند. از 20 کیلو 10 کیلو میموند میشود 950 سومونی 95 سومونی بازار ده. اگر آبتم سپریم 350 سومونیش برورد پولی همین دون، پولی همین گیدروپونیکا، پولی یم، پولی کارگر. 500 سومونی در 2 ماه سر هر یک گوسفندی فایده میموند. این بسیار بیزنس خوب است. هم دوران عزیز شما هم این بیزنس رو براهمونید، بازارها رو پر کنید و کاری که ما میکنیم این دستگیری دولت است. همین نمودنی بازار این هم یکی از سیاستی دولتی است که ما وظیفه داریم دستگیری کنیم سیاستی دولت ما رو و با همین کارو دست نیم. خدا خواهد اگر یگان کس یگان چیز خلال دار نکند حاضر با 400 مول است. ما در 10 روز سنجیدیم، در 10 روز 11 کیلو فربه شد. در 10 روز بخش در یک ماه 11 کیلو فربه شد. اکنون پیشش رو میتونن کشته علاقه با گوشت سپرن. این قشقرایش هست، سولوقایش در کوچه با برهایش گشت است. اونها هم هر روز همین رو میخورن و با من باور کنید
با من باور کنید این بیزنس بهترین بیزنس است در ساحه چاروداری. چیزش را گفتم موند، درآمدش را گفتم در 2 ماه 20 کیلو 10 کیلوش گوشت خوری، 10 کیلوش 50% گوشت میشه، 20 کیلو 10 کیلوش گوشت موند اگر 95 سومانی 950 سومانی 350 سومانیش گندم و پولی کارگر رود 500 سومانی 450 شود 500 سومانی از یک گوسفند در 2 ماه. این به نهایت درآمدی کلان است. اگر با حجم رو 2000 3000 و 5000 و 10000 گوسفند کنید هیچ وقت ما با وارد کننده گوشت نمیشیم. حاضر من ویروز بازار رفتم گوشت بوز رو از قزاقستان آورده استودن. بوز کشول است، بوزی قزاقستان، گوی قزاقستان. این برای ما شرم است که ما در تاجیکستان گوشت بوز و گوی قزاقی رو میخوریم. ما نمیشود، خدا خواهد میشود همش. فقط برای ما چی در کار؟ حرکت کردن در کار، این کار رو تشکیل کردن در کار. حاضی یگان کس کاردار نیست، همه آزادی داده شده است. مرحمت کار کن، بایشو پولیو تامین کن. دولت خدا با شکر حکومت امنیت رو تامین کرده ایستاده است و ما فقط امنیت در کار است که و کاری ما از بیرون از کشور هیچ کس دخالت نکند. امنیت در ما هست، خدا با شکر. از امنیت ما باید شکری امنیت کنیم و اینا ببینید همقدر میخورد که لینچه را خورده ایستاده است. این چیز با مزه است نه؟ همدیران عزیز در پناه خدا باشید، خدا نگهبان شما باشد. من بیزنس رو به شما نشان دادم، سر کنید، کار رو کنید. برای این بسیار چیز در کار نیست. این گوسفند در همین یک آقلخانه قمیشی هم میشود. برای گوسفند بسیار صرف کلان در کار نیست. 1 کیلو گندم شما 3 سومانی پر میکنید میشود 6 کیلو. 4 کیلوش در یک گوسفند یک روز نمیرفته است. 2.5 سومانی میرفته است. یک گوسفند میخورده است در یک روز. 3 سومانی خورد اگر در 2 ماه 60 سومانی میشود. در یک ماه در 2 ماه 60 سومانی گندم میخورد. 60 سومانی گندم میخورده است. همدیران عزیز در پناه خدا باشید، خدا نگهبان شما باشد.